باد سردی از دشت‌های استپ می‌وزید. همان جایی که کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی، آخرین روزهای زندگیش را گذراند. مردی که از دل کوههای پارس بلند شد و امپراتوری ساخت که تا آن زمان هیچ کس مثلش را ندیده بود. امپراتوری که حق الناس، آزادی دین و احترام به انسانها در آن قانون بود. اما حتی پادشاهان بزرگ هم سرنوشتی دارند که دیر یا زود به سراغشان میرسد. کوروش در آخرین جنگش روبروی قوم ماساگت قرار گرفت. قبیله‌ای سرسخت و جنگجو که به رهبری زنی به نام تومیریس اداره میشد. روایت‌ها میگویند کوروش به دلایل زیادی تصمیم گرفت وارد این جنگ شود. شاید برای امنیت مرزها، شاید برای گسترش قلمرو و شاید فقط به خاطر اینکه همیشه پیش میرفت و عقب نشینی در قاموسش نبود. جنگ شروع شد و مثل همیشه ارتش پارس نظم داشت. سپرها براق، نیزه‌ها منظم و تجربه جنگی مردم پارس پشتشان. اما این بار دشمن مثل دیگران نبود. تومیریس می‌جنگید مثل کسی که هیچ چیز برای از دست دادن ندارد. حمله‌ها شدید شد، ارتش کوروش عقب نشینی نکرد، ولی شدت نبرد طوری بود که حتی فرماندهان با تجربه هم شوکه شدند. در میان همین آشفتگی ضربه‌ای آمد. ضربه‌ای که سرنوشت را تغییر داد. کوروش زخمی شد و سپاهیانش او را از میدان بیرون بردند. اما زخم آنقدر عمیق بود که حتی بهترین سردارانش هم فهمیدند زمان پادشاه رو به پایان است. کوروش روی تخت ساده‌ای که برایش گذاشته بودند رو به آسمان کرد و آرام گفت: من به عدالت جنگیدم و با عدالت میروم. ساعاتی بعد چشمهایش را بست. مردی که برای خیلی ها پدر بود، برای دنیا قانونگذار و برای تاریخ یکی از شریفترین پادشاهان. بعد از مرگش پیکرش را با احترام تمام به پاسارگاد بردند. آرامگاه ساده اما با شکوه ساختند. جایی که هنوز هم وقتی واردش میشوی حس میکنی پادشاهی آنجاست که صداقت، خرد و بزرگی را با هم داشت. شاید همین سادگی و عظمت کنار هم باعث شد نام کوروش بیش از 2000 سال در ذهن مردم زنده بماند. اگر از این سبک داستان‌ها خوشت اومد، حتما کانال اتاق راز رو سابسکرایب کنید تا داستان‌های بیشتری هم برات بفرستم.